بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر جناب لوید رستیس، جناب احمدی سے، همه جنرالان شجاع افغانستان، سربازای دلیر قوای خاص و کماندو، بریدملای متعهد و قهرمان، افسران قهرمان ما، اولتر از همه توفیق پیشوای بشریت خدمتتان ارائه میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هر بار که به دیدن شما میایم من وزن میگیرم. میفهمین چرا؟ چون شما بازوی توانای از این مملکت هستین. شما هستین که حافظ قانون اساسی، حافظ آزادی افغانستان، حافظ جان و مال طفل و زن و مرد از این کشور هستین. من میبالم سرتان. و دوم، هر بار که از روزی که ما سرقماندان آلایتان شدیم شما از قوت به قوت رفتیم. به دی بانده تاریخ که به انشالله تعالی ده ما فیصله چه کماندو او خاص قوا دو چنده سی او قولی اردو سی طول ولس بنازیگی زکر تاسی ده نازولو یی تاسی ده پالنه یی زکر تاسی افغانستان پاله اما مسئولیت ده چه تاسی او پالم و انشالله تعالی به تمام ابعاد زندگیتان توجه میشه و توجه زیادتر خواهد شد. و امروز فضل خداوند قطعات کماندوی افغانستان در تحرک هستند، در تعلیم و تربیه هستند، مطلق تجهیز شدن. از شما به حیث سیاهی لشکر کس استفاده کرده نمیتونه. طول قوت یه عزم یه اراده یه او دی بانده وطن نازیگی طول زغوارم اتاسو میندو تا اتاسو پلرونو تا اتاسو خویندو تا او اتاسو میرمنو تا سلام وکم. سلام سلام سلام. ترس افغانستان لکه تاسو خوندی بچی ولری افغانستان با محفوظی. امروز باز پیش شما آمدم که اول تشکر کنم. جناب لوی صاحب لطاسن، احمدی صاحب از ما، از همه جنرالای ما، از همه افسرای ما، از همه بریدملای ما، از همه سربازای ما دستاوردهای بسیار کلان داشتیم و دفاع قوی را در حالت که شرایط ایجاب میکرد به بهترین فرصت انجام دادیم و از جناب دکتر صاحب محب ابراز تشکر میکنم که همیشه به شما رسیدگی کرده و همیشه از شما نمایندگی کرده. اما دوم، امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشین. روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینن. دوی خود عمره ندی چه میدان ده جنگ که در چه مقابل سی. ای دوی زور پده که ده تراسی مک شفاخانه خرابی کی. ای مک کچنیان و وزنی. اوینه که لڑکی. نو دوی فکر نده کرده چه افغانستان خاص قوا و کماندو او امنیتی و دفاعی زواکونه لری. مک چاته اجازه نورکو چه مک اولادو منی. ای مک میرمنه شهیدان کی. او ای مک مشران و وزنی. وقت دیر آغله چه دوی تا بیا قوت کاره که او زه یقین لرم چه دا قوت تاسی کاره که ویسی. تعرض ما از خاطر خونریزی نیست. تعرض ما از خاطر بی‌ثباتی نیست. تعرض ما از خاطر برادرکشی نیست. تعرض ما از خاطر عزیز که باید بفهمند که در میدان سیاست باید امرای ما بشینن یک صلح عادلانه، یک صلح پایدار قبول کنن
و ایره غیر از این که چون اینا در یک فکر موهوم هستن. اینا فکر میکنن که افغانستان خدای ناکرده سبابشان به ننوات و بزاری میاد. اینا فکر میکنن که باز هلیکوپترایتانه، طیارایتانه، ماشیندارایتانه، تانکایتانه به مثل داغمجات به کشورهای دیگه خواهد فروختن. اردوی افغانستان قابل تجزیه نیست. قوای امنیتی و دفاعی افغانستان قابل تجزیه نیست. قوت خاص و کماندوی افغانستان تا ابد انشالله تعالی بیرقش بالا. دوی چه فکر کردی؟ دوی خلق ایستاس افغانان نه؟ دوی خلق ایچی موگ دی افغان دی من نشوده نده اخیستی؟ دوی خلق ایچی موگ دی آمد شاه بابا دی میر وایس نیکه دی میر مسجدی خان دی چرخیس پاسالان دی نور قهرمانان اولاد نیو؟ چه فکر کردی؟ لوطن نه بانده پراته دی خلق ایچه دا وطن به لاغه مشرانو لاغه زمریونه تشده زور توایم لامده جنه دلتا گوره دا چول زمریان دی دا چول آماده دی چه زمری خونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیریم. دام هدف ده زکه مغوارو چه ده کماندو نوم کافی اوزی چه خلق حاکمیت قانون اومنی ندا چه هر ورز بهترین قوت داده چه استعمال نسی. اما وقتی که وقت قربانی به باز همه معاصر هستیم. و یک نقطه را من میخوایم به سرقماندان آلایتان برتان اطمینان بدم. هیچ نوع معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت گرفته نمیتونه. شما قانون اساسی را پاسبانش هستین، شما آزادی از این مملکت پاسبانش هستین، شما تمامیت ارضی، شما پاسبان آینده 5 نسل هستین. من دیروز در ناوقت شو رفتم دشت برچی. میفهمین در هر اتاق شفاخانه دشت برچی خون بود. خون پاک شهیدای ما، خون اطفال معصوم ما، خون مادرای که نو ولادت داده بود، خون دکترای ما، خون قابلای ما که قابل شناخت نبود. او پس لغنه زرلارم اتاتورک شفاخانه ته اته ماشومانو 2 ورځې 3 ورځې 5 ورځې او داسې ګلالي ماشومانو چې یوې چغې نه کولې، اما پلار و مور معلوم نه. اینا له شما ببینید اونموت اشتفل آیندهشان به بازوی توانای شما، به همتتان، به شجاعتتان، به آمادگیتان بسته است. اگر شما خدای ناکرده قوی نباشید، اراده نداشته باشید، اینا آیندهشان فلاکت خود باشه، در بدری خود باشه. اما اگر شما با قوتی که من میفهمم شما دارین، با اراده محکم، با نیت واضح که هم صلح و ثبات بیارین و هم جنگ با قوت مدیریت کنین و افکار شوم از اینا را ختم کنین که میتونن قوای ما را مزمحل بسازن، اینمی اولادای ما سبا ما بینش رئیس جمهورها خواد باشه، جنرالای از این مملکت خواد باشه، کماندوهای آینده افغانستان خواد باشه. در این انتخاب هیچ نوع شک و تردید دنیا و ملت ما نداشته باشه. موگ راتلون کی ده راتلون که انتخاب کرده یا راتلون که چه هر افغان اگه کزان وګوري تاسې د ټول افغانستان بچي، تاسې ټول افغانستان کې عملیاتونه کوي، تاسې ټول افغانستان ته په یو سترګې ګوري. نو ځکه زه تاسې باندې ویاړم او دې خاص شرایطو کې زه درته راغلم چې دا وخت دی و چې سرقماندان د اعلام تاسې منځ کې
افغانستان کماندو لکرونا نجاریگی نم سرقماندان دی حالا هر چیره چه تاس تا ضرورتی زبا تاس سر دریگم زکا اول معلوم دار دنیایی تدابیر نیستو مگر ده خدای جلاشونه و اراده تداری دلیو ما بازم از همتان تشکر میکنم از آمادگیتان ترتیبات و جزئیات عملیات ها معلوم دار در دست شماست اما آل دشمنای افغانستان باید تحرک ببینید باید شاهد تحرک همه جانبه باشند که به مسئولیت و دقت طرحریزی شده اینال ضرورت است که بفهمند که مشت قوای خاص افغانستان مشت کماندوی افغانستان مشت قوای امنیتی و دفاعی افغانستان چطور داره از اینا را مشکنن تلدوی افغانستان یشسن افغانستان زنده باد افغانستان پاینده باد قوای خاص کماندوی افغانستان زنده باد قوای امنیتی و دفاعی افغانستان